محمد و جواد اشکولی شب رفته بودن سینما فیلم نگاه بکنن و جوادم میاد از این دستگاه بلیت بگیره که محمد میگه من برم یه خورده چوس فیلم بردارم بیام. این که بود چوس میده، اینم که قیافه شبیه چوسه. این فکر کنم خوب باشه. و همینجوری بدون نوبت عین گاو میاد جلوی این عباس بلیت فروشه و میگه بیا اینو حساب کن کچل. جوادم میگه آقا من هرچی زدم بلیت بگیرم نشد. فیلم چی داریم ما بریم ببینیم؟ اسپایدر انسی راهی بلانی انکبوت نیست رو داریم. میخوای؟ اسپایدر ان چیه؟ ما از این فیلم‌های دایناسور تورل میخوایم. و عباسم 2 تا بلیت فیلم دنیای جوراسیک دایناسورها رو میده برام ببینن. و موقع فیلم دیدنم محمد میگه جواد این سوراخه به نظر جای چیه؟ اینا لیوانه دیگه، میتونیم شیر کاکائوامونو بریزیم توش با نی بخوریم. که میبینیم همین کارو میکنن و تر میزنن به صندلی‌های سینما. بعدم اینجا جواد میگه این دایناسور چرا داد میزنه سرمون رفت. و هدفونشو میذاره رو گوشش. پشت سرشون هم میگه آقای محترم لطفاً ساکت. گم شو بابا، باقالی خریدی مگه سینما رو؟ تو چسه؟ بعد وقت قرصاشون میشه و هر چی قرص ایکس و ایگرگ و هر چی بوده رو میرزن تو حلقشون. آخرای فیلم محمد میگه ای بابا من نمیگرفت از فیلم، من برم مستقل الان میام. پشتبندش هم جواد که حوصله‌اش سر رفته بوده بلند میشه و چشش میخوره به پروژکتور سینما و میره تو این اتاقی که مال دم و تشکیلات پخش فیلم بوده و فیلم رو قطع میکنه و کارتون آهوی دارم خوشگله رو میذاره. بعد همه کسایی که تو سینما بودن صداشون در میاد. محمد هم که میاد میگه پس دایناسورا چی شدن؟ هیچ، دایناسورا منقرض شدن، این آهو اومده به جاش دیگه. آخرم عباس میاد میگه آقایون بعض پوزش معلوم نیست کدوم اوزگل رفته فیلم عوض کرده، الان من همه چیزو درستش میکنم به خدا. جوادم میگه اوزگل داییت بیشور، اصلا من 1 دقیقه دیگه اینجا نمیمونم. و ساعت محمدم زنگ میزنه که وقت خوابش شده بوده که این 2 تا اشکولم جورشون از اونجا گم میکنن و میرن بگیرن بخوابن.